در سوره بقره آیتی 275. کسانی که ریبا میخورند، در سوال اول ما ریبا رو ترجمه کردیم، یعنی که هر کسی که فایده میبرد، یعنی قرض دهنده قرض میدهد و از آن فایده میبرد، آن را ریبا میگفتند، یعنی آن همون پرسنت میشود فایدهش، یا اینکه فایده. کسانی که ریبا میخورند روز قیامت از قبر بر نمیخیزند مگر مانند برخواستن کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده است و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند. خب من دوامش را نمیخوانم. هر کسی که از شما خواسته باشد برای همین دلیل را باز هم به خودش خوب درک کردن، به کدام زبانی که میخواسته باشید قرآن کریم را کشاید، سوره بقره را کشاید و کدام زبان را شما میدانید ترجمه معنا را از همان زبان بخوانید. آیت 275. پرسنت خورنده یعنی سود خورنده یا ریبا خورنده از قبر مثل شیطانی دیوانه بیدار می شده است. و دلیل همین آیت و همین سوره این تنها برای دانستن، برای اندیشه کردن، برای فهمیدن، برای آنهایی که میشنوند شنیدن، برای آنهایی که میبینند کتاب را گشوده خوانده دیدن.